آرام میتوانم سوال ها رو بگیرم ولی حرکت میکنیم خیلی کوتاه سوال دهیم تا اینکه وقت به دیگرها هم برسد. بگیریم سوال رو از خواهر فاطمه. بفرمایید شما. رقم موندگی هستند، بعداً فاطمه نوشتگان. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان، همین زنها اگر فامیلی شوهر بگذارد گناهکار میشه؟ اگر نیاز نداشته باشد به فامیلی شوهر نگذارید، برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی میگویند هر کسی که پدری خود را ماند و دیگر نفر را پدر گفت، او حتی به گناهی کبیره که نامش کفر هم ذکر شده است گرفتار می شود. یعنی به معنای اینکه از دین خارج نمی شود، اما به یکی از گناههای بزرگ دست زده است. و در قرآن هم الله می گوید ادعوهم لآبائهم، یعنی هر نفر را با نام پدرش صدا زنید. فلانی دختری فلانی گفته. به فامیلیای شوهر یا به پدر شوهر گذاشتن، فامیلیای خودتان را، نام پدر خودتان را از حجت‌هایتان بیرون کردن است که این هم همان بدبختی و کثافتی شوروی یا گفتیم کافران است که به دولت‌های مسلمان مثل تاجیکستان و ازبکستان جاری کردن. وگرنه در مثلا در دولت‌های عرب حتی شوهر کنی هم نام تو و نام پدرت همیشه میماند. اصلا نام پدر تو از پاسپورتت گم نمی شود. اگر ضرورت نباشد به یگان خواهر توصیه نمیدیم که به فامیلیا گذارن. اگر ضرور باشد راهی چاره نباشد به خاطر آینده فرزندها، در اینجا گذارید، در غیر این نگذارید، برای اینکه در شریعت این چیز ممکن نیست. ما اکنون گذشتگی چی میشه استاد جان؟ اگر چارش باشد به فامیلی خودتون گذارید. اگر چاره داشته باشید حاضر هم به فامیلی خودتون گذارید از نو. اما چاره نداشته باشد دیگر گفتیم ضرورت بود، هر چی بود گذشت. رحمت سلامت باشید. منصور نوشتگی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. علیکم السلام و رحمت الله. وقتی که امین مرده ها در او دنیا هستند، وقتی که در آیله هاشو یکون مصیبت می بیاید، آنها آگاه می شده باشند؟ من در نمیدونم مسند امام احمد بود، باری خوانده بودم که از بعض، نه همه مرده ها، بعض مرده ها از بعض احوال دنیا با خبر می شوند، آن هم از طریق بعض فرشته ها که به آنها گفته می شود. برای همین حدیثی که مثلا میگویند مرده عذاب داده می شود با گریه اهل خانواده اش، در آنجا میگویند مرده رو چرا اهل خانوادت به تو گریه کرده ایستاده است؟ گویا نه، و او خبر میدهند که برای تو خیلی گریه میکنند با صدای بلند. او هم میگوید ای کاش به خاطر من به این گناه دست نمیزدن، به این گناه دست نمیزدن. پس نه همه، اما به هر حال علم غیب است، علم در نزد الله هست، الله اعلم. بعضی از خبرها را آن هم با اجازت الله، اگر الله خواهد، به مرده رسانیده میتوانند. اما از دست مرده چه خیلی میدانیم هیچ چیز نمی آید. مرده نیاز به دعای من و شما دارد و اگرچه او یکی مثلا آگاه شود هم از دست او چیزی نمی آید. خب رحمت کنم. سلامت باشید. خواهر فرزانه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خواهرم بفرمایید. سوالی عاجلی همین که درباره ریشخند سوال به جواب ندادم خواهرها پرسیده میشن ادمین های. دویم سوال درباره لباس و توی عروسی میگفتید از دید شریعت. خواهر جان فرزانه درباره لیچکه به خودم هم بعضی خواهران میگویند، بعضیشون دشنام هم میکنند. خواهران عزیز، از اینکه درس ها زیاد است در ما، الحمدلله خواهرایی که در گروه های عربی هستند، در گروه های فقه هستند، میدونند که در یک روز بعضا 3 تا 4 تا گروه کتی درس داریم و من بجز اینکه درس میدهم یا خداوند توفیق داد که همراه شما در یک هفته 2 بار درس های روبرو میگذرانم، مادر 5 فرزند هم هستم
و کودک مایدچه من حالی 2 ساله نیست. برای همین من در لیچ به همه سوال ها جواب دادم نمیتوانم و تقریبا اگر ضرور نباشد نمیکشویم بعضی خطها رو، چون که به این وقت هم نمیرسد. اگر من به همه این لیچ نگاه کنم تمام روز هم فرزندام گرسنه میمونند، هم شاگردام گرسنه میمونند، شاگردام هم دستم نمیرسد. و خصوصا خواهران عزیز، یک چیزی که مرا اذیت میکند تقریبا 98% سوال ها فقط درباره طلاق است. یعنی زنها از دین فقط طلاق را میدانند. تمامی سوال هایی که عاجلا میگویند، بعضی ها زنگ میزنند، بعضی حتی از طریق بعضی شاگردها میبرویند، میبینید که باز همون شوهرم مرا 3 طلاق کرد، شوهرم گفت این کار رو کردی، طلاق. دیگر سوال ندارند. یعنی از سوال های تکراری به تکراری که ما یک موضوع خاص درباره طلاق داشتیم، اساسا درباره طلاق است. و از یک جهت که سوال های تقریبا فقط تکراری، دویم که خیلی گفتم من هم کودک میده و مادر 5 فرزندم و باز گروه های درسیمون تا 5 6 7 تا میرسد. من بلی که جواب داده نمیتوانم، نه از روی تکبری، نه از روی اون که من به یکی از شما خصومت دارم یا بدبینی دارم که من یگان نفری که در لیچ که می نویسد تقریبا نمیشناسم. به همین خاطر من جواب نمیدم که امیدوار هستم شما عذری من رو قبول میکنید. خواهرام، سوال دیگرتان خواهر فرزانه، دویم سوال رو چی گفتن؟ در مسئله لباس توی عروسی میگفتین از روی شریعت. درباره توی عروسی و در مسئله لباس که این سوال هم پیشتر بود و گفتیم بعدا انشالله جواب میدیم. خواهران عزیز، از خردی خصوصا دختران رو همین گونه بزرگ میکنن. آره، برای تو عروس میشوی، تو کلین میشوی، در جای ما در عشق میگن کلینچک میشوی و دخترها با آرزوی عروس شوی اساسا بزرگ میشوند. چیز خوب است، این چیزی بد نیست. یعنی دل هر یک دخترچه جایگیر شده است لباس عروسی پوشیدن و یک روز صاحب بخت خانه شدن. و حتی حضرت عایشه میگن، حدیث در بخاری است که لباسی بود که عروس ها میپوشیدن در مدینه، یعنی از یکدیگر حتی گردنبند میگرفتن یا یگان نفر عروس شد لباس خاصی رو گرفته از همدیگر با گفتی امروزه ما پرکت میپوشیدن. لباس خاص عروسی پوشیدن برای توی یا خود رو زیب و زینت کردن برای هر یک دخترک، چه مسلمان باشد غیر مسلمان، عرفاً و شرعاً جایز است. ولی به خاطر یک شب گناهایی که امروز دختران کرده ایستادن، گناههای و ریاکاری و سبحان الله شرمندگی که بعضی بانام جوان مردها کرده ایستادن، نمیدونم یعنی جواب آن رو چی میگویند در نزد الله. اویا میشود مثلا پیشتر عروس رو هرچی میتوانستن پنهان میکردن که یعنی تو حتی تو سالهای 94 و 95 تویش رو اگر بینید هم که به اون نظر همه نفتد اگرچه مردم جاهل بودن. اکنون ببینید مردمی که تا اندازه مثلا پیشرفته شد، مردمی که مهاجرت و چیزی دیگر چشم او را به دنیا باز کرد، فقط خودنمایی و رقص عروس و رقص داماد رو اینجا گسیل کردن و اونجا گسیل کردن و هیچ شرم و حیا نکردن به همه نشان دادن است. اینجا ببینید که برای یک شب خواهران عزیز شما حق دارید عروس شوید، لباس عروسی پوشید، اما نه با آلودگی به گناه، نه با آلودگی به گناهی که عکس شما در اینستاگرام باشد، در یوتیوب باشد و حتی رقص شما در همه جا در دست زن و مرد پهن باشد که این زنی فلانی میرقصد و متاسفانه باز با حجاب، با ستر و با فتحی که ستر دارد. یعنی عروس شدی خوب است، لیکن پنهانی در نزد محرم هایت باید باشد، نه این گونه خود را در بین همه رسوا کنی. این یک رسواگی است، با لباس عروسی رقصیدن و بین زن و مرد آن نوا را پهن کردن، این رسواگی است، این شرمندگی است. از این از الله بترسید. یعنی تا اندازه شد خیلی گفتم حتی مردها رقص، یعنی جوانها رقص خودش و رقص زنش را، عروسش را بر رکلام میگذارد که ببینید من چگونه رقصیدم. نعوذ بالله. تماما یک اکنون دیگر کلمش را نگویم، شرمندگی و پستی است. اما در مسئله این که مثلا در بین زنها باشد، اهل امانت باشند، یعنی دیگرها نوار نگیرد و یک لباس عروسی که اون هم تا اندازه اکنون
از شرم و حیا دور و از حد تنگ و یا لچ نباشد، در اینجا انشالله بوکه ندارد. و در مسئله رقصیدن هم اوره، در ما مثلا در نزد جمهور علما حرام نیست، مکروه از زنها بین خود رقصیدن، اما با دایره است، نه اینکه رقص بین زن و مرد و به خاطر فقط یک شب. این همه گناهی که در نامه اعمالت ثبت می شود. اگر وجدان داشته باشی، تمام عمر وجدانی تو رو اذیت میکند. چرا؟ یعنی فکرها رو وسیع کرد. به جای اینکه اینقدر در آن شب خود رو چقدر نمایش میدهیم و میپوشیم و ریاکاری میکنیم، خوب میشد که پس از آن شب، یعنی پس از عروسی، ما چگونه زندگی سازیم، چگونه توانیم حیات خود را مستحکم کنیم، خصوصا عروسک ها چگونه صبر داشته باشیم در پیچ و تابش، در افتیدن و در خستنهایش، در درد و در غمش، چگونه صبر داشته باشیم، به این آماده شویم. فقط برای رقصیدن و فتح پوشیدن و خودنمایی نه، به دوامش برای همین شاید کثافتی همین خودنمایی ها هست که سال از سال دارد طلاق زیاد می شود، سال از سال دارد کودکای بیمار تولد می شود، سال از سال دارد شرم و حیا از بین عروس و از بین داماد می رود. سوالی جزاکم الله خیر. و ایاکم خواهم ام عبدالله بفرمایند با انگلیسی نوشتگی. السلام علیکم و رحمت الله و و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. سوالم همین گونه بود که همه بروکای جینس یا عموما بروکایی که کشوت هستن فیگور نشون نمیتونن پوشیدن جایز است و یک لباسی که از زانویت پایانتر یا بالاتر خلاصه محکم کند همه عضو را ممکن است. کرته دراز از بالایش پوشید. بله. از بالایش کرته دراز پوشید که اون هم تا بجلک پا باشد، کمی از آن کمی بالا باشد، هیچ گپ نیست. اما اگر که بروک پوشیدید یا گفتیم ایزار جینس پوشیدید، حتما از بالایش خوش رو یک یوبکه دراز، یک کرته دراز پوشید، نه اینکه تا زانو یک تا تونیک یا کرتچه پوشید و بعد از این از پایان پاها یا چسبیدگی یا شیمی جینس که از دور وقتی میبینید، اون لباس اهل تقوا نیست، اون هم یک نمود کاسیات و آریات است. این لباس اهل تقوا نیست. خواهرا کرته های کوتاه و شیمی وسیع پوشیدن که از راه رویتان معلوم می شود. زن مسلمان باید کرته های دراز خاکسارانه پوشد در کوچه، در خانه، در نزد محرم های خود می توانید. و یکم منظوره خواهرم بفرمایید. علیکم علیکم السلام و رحمت الله. خواهرم بفرمایید. استاذه سوالم درباره اینکه آیا به اجازت شوهر تلفنش را کاستکاب کردن ممکن هست یا نه؟ بپرسیدم. خواهر منظوره و خواهرانی که اینجا هستید، تقریبا چند جنگ و جنجاله که آخران وقت به خود من هم یعنی برای یگان مصلحت پرسیدن خواهران میبراین، انمین کفتکوب تلفن شوهر است. خیلی میدونیم آره تلفن آمد، خیلی مشکلی ها رو آسان کرد، برابر این خیلی مصیبت ها هم آورد. و شوهری که شما یعنی در ظاهرش اصلاح میبینید یا گفتیم در ظاهرش انسانی خوب میبینید، نمازخوان است، خدا ترس است، از پای کار و زندگیش هست، از پای برای فرزندش، برای شما شرایط مهیا کردن از خواهرها، با گفتن تلفن او شما چی میخواهید؟ یعنی یک زن در شوهرش میبیند که کار میرود، میآید، خسته است، مانده است، باز میرود، باز میآید، با تلفن او رو گفتن یک زن چی میخواهد؟ بجز جنگ و جنجال، بجز فتنه‌گری، بجز اینکه زندگی آرامم رو نابود کنم. گفتیم شوهرم شبها نمی آید، گفتید شوهرم تلفنش رو پنهانی بعضی صداهای زن میبینم، چیزی دیگر. در اینجا میتوانید ببینید تا که او رو آگاه کنید که به گناه کبیره نرود. قو انفسکم و اهلیکم نارا، میگوید الله، خودت را و اهل بیتت را از آتش دوزخ نجات ده. وقتی دیدید که یعنی شبهه کلان کردید که این انسان در گناه کبیره پیچیده است، باید پیش راهی او را گرفت. با یک مرتکب کبیره زندگی کرده نمی شود. اما در ظاهرش صلاح می بینید و او هم به شما قسم می خورد، یا یعنی خواه و ناخواه معلوم می شود شریکی حیاتی تو کی هست. با کنجکاوی که با خواهرت چی گفتی، با مادرت صحبت کردی یا نه، با برادرت پول فرستادی یا نه، با این گونه تلفنی شوهر را گفتن، اینقدر خود را در نزد شوهر بی آبرو میکنید. سبحان الله. خواهرا به خود آیید، خود را شرمنده میکنید در نزد آن مرد. آن مرد چی میگوید؟ یک زنی که
نمیگذارد با خواهرم درست صحبت کنم، با برادرم یا با یگان دوست نزدیکم یا با مادرم. خصوصا زنهایی که شوهر از کار آمد، بعضی ها حتی میگویند، یعنی من خواهر را ببخشید، من از شرم عرق میکنم وقتی یک خواهر میگوید شوهرم از کار آمده خوب کرد، من تلفنی او رو دزدیده میکوبم. و از کار آمد میگوید باز خودش، بیچاره شوهر از کار آمد، اینها تلفنی او رو میدزدن. چی میخوای از این؟ زندگی خود رو فقط نابود کردن، دیگر چیزی دیگر نیست. یعنی در شوهرت وقتی یا ایزن پرس، اگر اجازت نداد در عزتت بیست. یعنی اکثریت شکایت از این داریم که حقارت میکنند، ما رو احترام نمیکند، ولی یعنی سببی اساسی در بی‌حرمتی خودمان میشویم. یک چیزهایی که شوهر نمیخواهد از او میپرسیم، یک کارهایی که سر ما رو خم میکند آن رو انجام میدهیم و از این میگوییم نمیدونم چرا بی‌حرمتی میکند. اگر لیکن در یک حالتی که گفتم او مرتکب گناه کبیره شده ایستاده است، در اینجا فقط نیت شما رو الله آگاه هست که همین گناه را نکند و من یگان راه یابم چون پدری فرزندان من است گویان دیده چیزی دیگر. اما در غیر خود را بی‌آبرو نکنید. ولی تجسس و جاسوسی در شریعت ممکن است حتی چی گفته ایستاده است گویان گوش کردن ممکن است شوهرت باشد هم. این کار را نکنید، بی‌آبرو میشوید، خیلی بی‌آبرو میشوید. خواهرام اجازت پرسید، اجازت نداد نگاه نکنید. و حتی یعنی اینم یک خیلی گفتم یک وسوسه شیطان است. آرامش زندگی خود را به دست خود نابود کردن است با کفت و کف کردن تلفن. و یکم خواهرم امینه سوال بدهند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوالم همین بود که آیا از شخص مسلمان برایت کردن جایز باشه؟ برای چی از مسلمان برایت میکنید؟ از مسلمان چرا برایت میکنید؟ چه مشکلش دیگه؟ آخر چرا؟ به کدام سبب؟ در اسلام پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن برای مؤمن حلال نیست که از 3 روز زیاد با برادرش قهری شود. و در ما حدیث ثابت است که در 15 شوال و اینچنین در روزهای پنجشنبه الله گناه همه را میبخشد و جز آنهایی که با هم قهری هستند. برایت را انسان با کافر میکند، با منافق میکند، نه با برادر مؤمنش. با برادر مؤمن ممکن است یگان اذیتتان کرد، خفه کرد، یک مدتی برای اینکه اصلاح شود میگه همراهت صحبت نمیکنم، اما برایت معنیش از او بیزاری جستن و کاملا او را ترک کردن که این جایز نیست. این کار درست نیست. و یکم خواهر ام ریانه شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما خیلی شما رو در همه شبکه‌های اینترنتی تو میبینیم، گوش میکنیم. الحمدلله الله از شما راضی باشد. ولی سوال به میان آمد که استاد جان امین شما از کجای تاجیکستان باشید و کی با آموختن علمی شرعی شروع کرده باشید؟ گفته اگر ممکن باشه جواب میدادید. خواهر ام ریانه الله حفظتان کند. نام دخترچه من بود، از دخترچه شما هم. خواهرها همین سوال زیاد پیشتر هم می آمد. حتی یک خواهر آمده بودن به خانه ما چند سال پیش، میگویند من شما را از دوشنبه فکر کردم، بعد از آمدن فهمیدم که شما از طرف شمال هستید. خواهران عزیز، من اساسا در شریعت پیش از همه چیزی بد که حتی پیامبر خیلی بدبوی است گفتگی هستند، محرچگی هست. و متاسفانه یک چیزی که در حقیقت تاجیکان را بی‌آبرو میکند، تاجیکان را پاره میکند، همون محرچگی. ما فخر میکنیم فلانی رو کلابی گفتن، دوشنبگی گفتن، غرمی گفتن، خوجندی گفتن، استرفشنی گفتن که خیلی چیزی بدبوی و پلید است که ما رو نابود میکند. من خودم شخصا زاده ناحیه اشت هستم، از ولایت سوغد، ولیکن قلبم در دوشنبه هست. قلبم در کلاب و در بدخشان و در تمام تاجیکستان است که الحمدلله شاگردهای ما از تمام تاجیکستانند و کدام نباشد، چه از اسفره باشد، چه از غرم باشد، چه از کلاب باشد، چه از قرغان تپه باشد. خیلی خواهران نزدیکه که گمان میکنم ما از یک پدر و مادریم. حتی بعضا خواهران عزیز، خصوصا خواهران جنوب،
خواهران طرفای دوشنبه، بعضا فکر میکنم من با اینها از یک پدر و مادر تولد شدم. خیلی دوستشون میدارم. تمام خواهر و برادرای تاجیکستان را یگان بار نگفتم که من از طرف شمال هستم یا یگان بار نگفتم که ما مثلا طرفی سغد هستیم یا دیگرها طرفی دوشنبه. همیشه خود را من از اهل تاجیکستان بودم و فخر میکنم. حتی به نزدیک خواهر گفتن که من گمان کردم شما از بخارای ما هستیم. گفتم قلب ما در بخارا هم هست. هر جایی که مسلمان ها هستن، علل خصوص تاجیک زبان ها، فارس زبان ها، همشون از اهل بیت ما هستن، از اهل آنها هستیم. یگان بار بین یگان خواهر به خاطر اینکه او از کجای تاجیکستان است، من در بین شاگردها جدا نکردم و شاگردان هم میدونند که خیلی برای من خواهران نزدیک چه خیلی که از جای خودمون هستن، از دیگر جایهای تاجیکستان، از دوشنبه و قرغان تپه و کلاب و اینجاها هم هستن. اما خودم شخصا برای معلومات که همیشه جای تولد معلوم است، از ناحیه اشت هستم، از قشلاق خشتخانه، جای پدری یا قشلاق پدرم که در آنجا تولد شدم. درباره علم شرعی خواهر عزیزم، علم شرعی رو برای گرفتن اصلا دیر نمی شود، ولی من در یک عائله که پدر و مادری که تو رو از کودکی خواناند، از کودکی از پی تعلیمی تو باشد، از این گونه عائله ها نیستم. اگرچه الحمدلله خیلی پدر و مادری با سواد داشتم، سواد دینی نداشته باشند هم دنیوی دارند و داشتن، لیکن به علم شرعی تقریبا پس از مرگ پدرم از 15 سالگیم کم کم قدم ماندم که کاملا برای آموختن پس از شوهر کردنم، الله حفظ کند، با کمک شوهرم پس از 18 سالگی، خصوصا پس از سفر کردن به مصر 19 سالگی هم از سال 2007 تقریبا جدی قپیدگی هستم. تا اون وقت کمی قرآن و کمی لغت بود. رایانه جان، بعد هم صفیه خواهر جان شما بفرمایید. خواهر صفیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدا خوبه؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خیرم. سوال شده بود که استاد شوهر ظالم من دعای با کردم جایز بود یا ممنوع؟ درباره دعا کردن شوهر ظالم خواهرم، مسئله عجیبش این است که بعضا دعا میکنیم و به خبر میمانیم که دعا اجابت است. برای همین خواهران عزیز، چی شوهر باشد، چی مثلا حتی خوشدامن باشد، چی برادر و خواهر خوشدامن باشد، خواه و ناخواه ظالم در همه جا هست. جایی نیست که در آنجا ظالم نباشد. و ساخت دنیا یا گفتم قانون دنیا این است که ظالم و مظلوم هستند و تو باید در همین دنیا زندگی کنی، ثابت بمانی، قامتت را راست کنی، با قوت پروردگار عزیز و قدیر زندگیت را دوام دهی. اما به یگان خواهر مسلمان اصلا توصیه نمیدهم که برایت حلال است برای شوهر ظالمت دعا کن. نه، برعکس، برای شوهر ظالم دعا کنید که خدایا قلب ها در دست تو هست، تو آگاه هستی از احوال من، شوهرم رو اصلاح کن. برای اصلاح گشتن شوهر دعا کنید، اما برای نابودی او نه. دعایی بد نکنید، او پدر شوهرتان است. الله میگوید حتی پس از طلاق ولا تنسوا الفضل بینکم، خوبی هایی که بینتان گذشت فراموش نکنید. حتی پس از طلاق، سبحان الله، میدونید که پس از طلاق در عرف بدی ما زن و شوهر، خصوصا زنها، تمامی بلای دنیا رو برای شوهری پیشترشان و عائله وی طلب میکنن، در حالی که بعضی روزهای خوب هم با هم داشتن. کجا رسد به شوهری که تو در نکاح او هستی، بچه یکت فرزندی او هست. وقتی شوهرت به عذاب گرفتار می شود، پیش از خودت فرزندت به عذاب گرفتار می شود. پدر و پسر، محبتی که بین اینها هست، این رو الله آفریده است و تو هر چی کردی هم این رو گرفتن هم میتوانی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن برای خودتان، برای فرزندانتان، برای مالتان دعای بد نکنید. ساعتهایی هست که دعا یک بار اجابت می شود. برای شوهر ظالم دعا کنید که خداوند اصلاحش کن، خداوند برای من صبر ده، یا اینکه راهی چاره رو پیدا کنید که از او جدا شوید. اگر گفتید طاقتی با او زندگی کردن نیست، اما نشسته دعای بد کردن به شخصی که در خانه‌ات هست، یکی آن دعای بد به شوهر و به خودت برگردد چی؟ و چیز دیگر، شوهرانی که تا حد ظلم میکنند که حتی زن برایشان دعای بد میکند، وای بر حالشان.
وای بر حال مردی که زند گریه کنان دست بردارد که خدایا مرا از این ظالم نجات ده. وای بر حال مردی که زنی خانه‌ات برای تو دعای بد کند. اخلاقت، ایمانت، انصافت کجا می رود وقتی که اونی که در یک بالین همراهی او خواب میکنی، اونی که با او صاحب چند فرزند هستی، دعا کند که از دست تو خلاص شود، دعا کند که بالای تو عذاب آید. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن بهترین شما اونی که بهترین با خانوادهش هست، با زنش هست، با فرزندش هست. مشکلی ما بهترین در کوچه هستیم، بهترین به بیگانه هستیم، در داخل خانه خود بدترین هستیم. و حتی زنهای هم هستند که برای شوهری که در یک خانه هستند فقط آرزوی مرگ دارن که از دست این چگونه خلاص شوند و این مرد چگونه سرش را در نزد پروردگار می برداشته باشد. وای بر حالش، اونی که فرزندش از او بیزار است، زنش از او بیزار است. کسی طاقت دیدن این فضل غلیظ میگوید در قرآن، غضبی و بد اخلاق را ندارد. چگونه این گونه مرد خود را میتواند پدر حساب کند، شوهر حساب کند؟ مردی باشد که زن برایتان دعا کند که خدایا این را از تار سر من نگیر. مردی باشد که فرزندان دعا کنند که خدایا به چشممان مرگ پدر را نبینیم. مردی باشد که زنتان بگوید که وقتی میمیری میخواهم همراهت بمیرم، نه اینکه بگوید که زودتر بمیر که از دستت خلاص شوم. به اخلاق خود باید نگاه کرد. زنها هم همین گونه. زنهای باشد که شوهر بگوید که پس از تو من چیکار میکرده باشم، مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم که تا آخرین خاطره ها خدیجه را فراموش نکردند. نه زنهای باشد که شوهر بگوید که از دست این کمپیر من کی خلاص میشوم، از دست این نغمه های این من کی خلاص میشوم. زنها هم مردها هم به خود آید. ظلم وقتی از خانواده ها رفت از جامعه می رود. ظلم رو باید از خانه ریشه‌کن کرد، با صبر کردن، با نادیده گرفتن، با بعضن حتی جدا شدن، بعضن طلاق، بعضی ظلم ها رو کاملا نابود میکند. اما با دعای بد کردن و همیشه از پی نابودی یکدیگر بودن هم خود رو میسوزانیم، هم عائله خود رو میسوزانیم. خواهر حنیفه بفرمایند. حنیفه با انگلیسی نوشتگی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان ما باشیم. علیکم السلام و رحمت الله. شما خانم بفرمایید. استاد جان ما هیچی سوال نداشتیم، پروستا خیلی خواستیم که یه بار قد شما صحبت کنیم. استاد جان بفرمایید. اگر چیزی گفتنیتون باشد بگویید. هیچی همی برای این خواهرها، برای شما رو هم گفتنیم، برای این خواهرها هم که سبحان الله شما چقدر اینقدر حقیقت ها رو برای ما در زندگی ما اینقدر میفهمونه، اینقدر خدمت ها میکنه، اینقدر همه چیز تا یورک ما فهمیده گوش کرده در زندگی خود استفاده میبریم برای خود ما، فرزندمان، شوهرمون. اله عمل کننده باشم خواهرم. پروردگار اگر من نباشم به جای من کسی دیگر رو برای آوردن قادر است. و پروردگار باید تشکر کرد. شما هم رنگی ما هم خیلی مهاجر استاد جان، شما هم صاحب 5 فرزند. الحمدلله. دنیا خواهر حنیفه، دنیا با همین مهاجرتش خوب است. در یک جا می نشستیم یک دیگر رو نمیشناختیم. استاد جان اینقدر خدمت های مفت تا یورک برای ما میکنندن، قدر خدمت میکنه، اما دست ما هیچ نمیاد استاد جان. شما در درس بودنتون خواهرها برای ما خیلی چیز است. خواهران عزیز، خدمت خداوند قبول کرده باشد. یعنی اگر من دعوت نکنم 1001 کسی دیگر دعوت میکند. فضل از طرف پروردگار است. اصلا من خودم رو نمیگم که من خدمت کرده استادم چیزی دیگر، کمترین چیزی که کرده استادم و از این هم زیادش رو میتوانم بکنم اگر تنبلی رو یک سو گذارم یا بعضی چیزهای دنیوی را. ولی خواهرام خاطر رسان میکنم که این خیل نعمت ها، این قدر به قدر این درس ها، این نعمت ها، این تفسیر ها، وقتی ما دختر بودیم یک کتابی 4 کتابی دروش پر از خطا بود در تگ کشمان، خونه ای همسایه ای همسایه ای همسایه بود، در وی قدر شعرهای چی بود ایرانی بود، پر از گپای به معنی هم بود. پیش ای کس همین را فهمیم، همین را درس کنیم. سبحان الله یک زمانی اومده این درس ها در درون خانه این نعمت ها
برای الحمدلله. خواهر خاطر رسان میکنم قدر جزاکم این الله نعمت خیرا. را دانستن در کار. جزاکم شکر الله کردم خیرا در کار. خواهرم. جزاکم الله خیرا که رساندید که این الله درس هم حفظتان نعمت کنه است. استاد شما را هم جان، خواهد. الله حفظتان کنه. شما دریاست ما دریاست از دست ما هیچ نمیه. برام اول پرسی هم نمیکنیم استاد جان شما نه کدام الله ایستان شهرین، کنه. شما فرزندای خور داره، شما چی احوال داره؟ سبحان نه الله. نه ما الحمدلله در نعمت الله پروردگار بخش ما را. غرق هستیم. ما خداوند اول شما حفظتان کنه. خبردار نمیشیم. الله بخشه. الله نگهبانتان باشد. انشالله که هر چی هست در سر ما یا هر مشکلی در سر دیگرها هست میگذرد. خواهر دنیا با مشکلی هایش خوب است. ولی نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. استاد جان میگذرد بالای انشالله. نفهم مقصد ای در دیگه دولت با فرزندان زندگی کردن این همه ای آسان نیست. ماشاءالله با همه وقت به هیچ نگاه نکرده با خدمت میکنیم. با خودتون هم خیلی گپ میزنه که میگه که سبحان الله الله عید قوی گردانه کنه. آمین الهی نم آمین. بالای همه سر ما شما را استاد جان. همش خوب شده می رود خواهرم بیزن. من مقصد شما رو فهمیدم. شما بعضی الله مشکلی ها حفظتان هست کنه. انشالله همش میگذرد. مصیبت بالای همه انشالله، می آید، انشالله. مشکلی بالای همه می آید. انشالله همش رو خداوندی موسی و عیسی، خداوندی ابراهیم نو همش رو انشالله برطرف آمین. میکند. در کنار هم با قرآن الله، با سنت پیامبر در راه الله همیشه هستیم و خداوند ثابت نگه دارد. ام عایشه بفرمایید خواهر جان. و ایاکم خواهرم. ام عایشه بفرمایید. با عربی نوشته، با انگلیسی نوشته که ام عایشه. استاد جان سلام علیکم. رفتندم به فکرم. خواهر فریده بفرمایید. فریده با تاجیکی نوشتگی. صداتون نیست خواهرم. مشکل داردن یا درمان مشکلی سر زد؟ نه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اولا بود استاذه که همین در نگاه دین برای شخصانی که مثال حجاب باید پوشان گفته است، در نگاه دین زنها باید خانه نشینند، زنها باید که در بیرون باید دیگه محرم نبیند، باید نامحرم به چشم او نظر نکنند میگویند. ولی در این زمان شده است که حاضر ما زنها برآمده خیلی با کارهای سخت روبرو میشیم یا که خود ما مجبور میشیم که برآمده باید که کار کنیم. دیگه از نگاه دین میگوید که این چیز ممکن نیست که زن باید با کوچک برآمده چشم او به نامحرم برخورد. این از نگاه در این ممکن نیست. دیگه ما زنها مجبور میشیم که این کار باید کنند، چون اگر اون خانه نشینه شوهر او نبیارد، او در خانه نان با فرزندان چطور باید نان قطعیت و گرسنه نشینه جای دست یا که برآمده کار کنند. دیگه دین اسلام این رو قبول نمیکند، باید زن خانه نشینه. من فهمیدم سوالتان رو خواهرم. یکم این که خداوند در اسلام نمیگوید که زن از خانه نبراید، فقط در خانه نشینه چشمش به کسی نافتد. این رو نمیگوید اسلام. اوره وقرن فی بیوتکن نمیگوید در خانه اتون بنشینه. جای زن در حقیقت تربیه فرزندش، نگاه بینی خانهش، مدیریت خانهش است. یک دویمش بعضی حالت های هست که زن های هم هستن که علاج ندارن که بکار نبرن. چه خیلی گفتید در اینجا شریعت مثلا تجارت برای زن حرام نیست، فقط شرط دارد جایی که به اخلاق دینی تو ضرر نمی رساند، جایی که عزت تو رو پس نمی کند. تو می توانی کاری رو انتخاب کنی که هم دینت رو محافظت کنی هم اخلاقت رو. شریعت نمیگوید که زن تماما پول کار نکند، نه، در وقت ضرورت ممکن است پول کار کردن. آثار است که حضرت عمر یک زنی رو گذاشته بودند که هر تاجری که خیانت میکند در بازار به من خبر ده. یعنی همین گونه آثار است، فقط من در کدام کتاب آمده است نمیدانم، لیکن همین گونه آثار است که در یادم هست در از هر خوانده بودیم در مسئله کار زن عمل المرأه یک فن داشتیم. برای زن وقتی که ضرورت دارد، اگر یعنی نفقش برای خود و فرزندانش نمیرسد، ضرورت دارد، نه به خاطر جیز جمع کردن، نه به خاطر خانش رو خوشروتر ریمون کردن، نه به خاطر پول مال و تلاواری زیاد شدن. نه، تو گفتی نه من تماما درآمد ندارم، برایت کار کردن ممکن است، اما خواهران عزیز کار کردن برای زن رو آزادی ندانید.
کار کردن زن در بیرون این آزادی نیست، این بیچارگی است. اسلام به زن میگوید مهرت رو بگیر، میراثت رو بگیر، هر روزه نفقت رو بگیر، همچون ملکه شاهزاده در خانه زندگی کن، آزاد زندگی کن، فرزندانت رو خوش رو تربیت کن، خودت رو برای شوهرت آماده کن، زندگی خوش رو داشته باش. این فکر غرب است که گفتن زنها آزادن در کوچه مثل مرد کار کنند. فکر میکنن که یک زن اگر در مغازه از 12 ساعت راست ایستاده یا کثیر شده کار کرد، این آزادی است. یک زن 4 کودکش را در خانه خوش رو کلان کرد و شوهرش به او پول کار کرده آمد، حجابش در سرش، یگان مرد به او کار نمیفرماید، این آزادی نیست. اسلام او را قوی کرد در خانه. این فکری همین غربی پلید است که این گونه اسلام را یا به خواست خودشان میخواهند زنها را به کوچه برارن. یک زن با لباسهای تنگ و لوچ در بین مردم همچون ماده نشان دهنده راه رفت یا رقصید و سرود خوان، آزادی هست. یک زن با حجابش در خانه همراه شوهرش هست، او از آزادی محروم است. یعنی این فکری غرب است. اما در حالتهای ضرورت اسلام اجازه میدهد که یک زن کار کند. حضرت خدیجه یک تاجر بزرگ بودند، پولشان را میدادند و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از ازدواج با پول خدیجه تجارت کرده بودند. اما شرط دارد، خواهرانی که میگوید من چاره ندارم که کار کنم، چه خیلی که در درس تفسیر گفتم رزق به دست الله هست، به خاطر کار، به خاطر پول سر خود را خم نکنید، پال روزها را نشوید. گشته و برگشته میگویم این کار برای شما پست است. دنیا عمرتان کوتاه است، با عزت زندگی کنید. بیبی و ماماهای گذشته خود را به یاد آورید، چگونه زندگی میکردند. آنها حیف میدانستند پیش پای یک مرد را شستن را، امروز زنهای تاجیک این را کار میدانند. آنها حیف میدانستند پختن طعام برای یک روز کافی رو، امروزه زنها این رو آزادی و پول کار کنی میدونن. حتی زنهایی که شوهرش پول کار کرده می آید باز دوست میدارد رفته پال شوید، باز دوست میدارد برود و لباس یگان کافی رو شسته درزمال کند و این رو آزادی فکر میکند. دوستان پول زیادی میگوید به کی ضرر دارد؟ خیلی ضرر دارد. به عزتت، به ایمانت، به فرزندان فردایت ضرر دارد که فرزندی تو میگوید مادر من لباس فلان فلان روزها رو یا چیزی دیگر رو شسته پول کار میکرد. اگر هم گفتید من ضرورت دارم، من چاره ندارم، من نان ندارم، الله از حال شما با خبر است. کاری رو به خود انتخاب کنید. حتی مدت قرضدار شوید هم کاری رو انتخاب کنید که اسلام شما، عزت شما رو از شما نگیرد. لا تلهیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، میگوید الله. مال شما و فرزندان شما را اصلا از ذکر الله باز ندارد. وقتی شما جای کار میکنید حجاب یا یک مردی که در دست سیگار دارد یا یک عرق خور آمده میگوید های فلان کارو کن فلان کارو کن، عزتتان از دست میرود. جای رو برای خود، کار رو برای خود فکر کنید و پیدا کنید که عزیز بمانید در این عمر کوتاه و یقین بدانید رزق به دست الله هست. با کمترین حرکت به شما الله رزقتان رو میرساند. مشکل در این است که ما رزق رو به دست الله نمیدانیم. ما فکر میکنیم هر چی کار باشدم ببخشید، حتی حاجتخانه کافی رو تازه کنی هم تو رزق میگیری، همین برای تو کفایه هست که برای تو پول میدین. دنیا فقط پول نیست. کسی که عزت و شرف ندارد و از حیوان فرق نمی کند. به خاطر پول اصلا شرف خود را ندهید. همون نفرانی که تقریبا من زیاد درباره انسان‌های پیشرفته میخوانم یا گوش میکنم، تقریبا تمام نفرانی که با قله‌های بلندترین رسیدن اول شرف در نزد آنها بود، بعداً پول مال. آنها شرف خود را حفاظت کردند و خداوند آنها را به آن درجه رسانید. اما این را از ما گرفتند و ما یاد دادند، در استخوان ما جای کردند که تو می توانی حتی پسترین کار را بکنی اما به دست پول آوردی همین کفایه است. این عقیده را از خود دور کنید.